سلام. نه ببخشید. سلام. امروز بچه ها قراره طبق درخواستای شما که توی کانال اینستاگرامم پرسیده بودم بریم از توی توی خرید بکنیم. قسمت مورد علاقه من توی 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 دقیقا همین قسمت سورپرایزی است که من از ارزون ترین به گرون ترین دستبندی رو فیکس کردم که ببینیم چه چیزایی داره. اما این چیزی که من خیلی چشمو گرفت که قیمتش هم نسبت به بقیه چیزا خیلی بهتر بود، این پکای سورپرایزی پرنسسای دیزنیه به قیمت 450,000 تومان که وارد سبد خرید کردم. در ادامه بازم از این پکای تکی داره که مثلا اینا خیلی مورد علاقه من نیست. این پکای فربی هم خیلی برام اوکی نبود. دیگه اسکویشی سورپرایزی داره 600 تومان که واقعا به نظرم اسکویشی انقدر نمیارزه. اما بریم سراغ این عروسک سورپرایزی رویال های که خیلی خوشگله. این مشکی و این صورتی مخصوصا خیلی چشمو گرفت. میذارم تو سبد خرید با امیدوارم که یکی از این دوتا برام از توی جبه در بیاد. بریم سراغ ادامه وسایل که باز یه سری الولای تکی داره که خب اصلش به سورپرایزی بودنشه. تکی واقعا نمیصرفه به نظرم، نمیدونم چرا توی این دسته بندیه. بستنی سورپرایزی یام یام 750 تومان واقعا نمیارزه. لانکی باکس 750 نمیارزه. این استیچه انقدی هم 750 خیلی گرونن. فیگور سورپرایزی هری پاتر به نظر چیز باحالی میاد. عروسکای الول شده 900 تومان از 1400 بچه‌ها، ولی من خیلی خوشم نیومد از این حالت بیبی و کوچولوش. ترجیح هم بر اون بزرگاشه، به خاطر همین ولش کن. این اسکیپیدی تویلت نمیدونم چیه ولی میدونم خیلی معروفه همه جا. دیگه پک سورپرایزی بستنی بازم چه میدونم یه سری فیگورای دیزنی حالت کریستالی که 1,200,000 واقعا این قیمتا نمیارزه بچه‌ها. من واقعا دیگه نمیتونم شانسی خارجی بخرم. قیمتش انقدر رفته بالا که به حالت نمیصرفه رسیده. کاپوستایلم بد نبود ولی 1,400 نمیارزید به نظرم. بچه فکر کنم این دیگه آخرین بار باشه که از توی توی خرید بکنیم دیگه. واقعا قیمتا سر به فلک کشیده. همین دیگه بچه دیگه هر چقدر پایین‌تر میریم قیمتا گرونتر و گرونتر میشن. مونستر های پوشن مثلا 1,600 تومان قیمت خوبیه ها، ولی خب با 1,600 میشه خیلی چیز قشنگتری خرید. و دیگه رسیدیم به قیمتای 2,000,000 تومان که همچنان من چیزی رو نمیبینم که بخوام بخاطرش 2,000,000 پول بدم. به نظر من بریم همین فیگور سورپرایزی هری پاتر رو بخریم. 800 تومان ارزشش هم داره، خوشگلم هست، پاتر هدم که هستم. و بریم سراغ سبد خریدم که این سه تا آیتم رو خریدم و همین سه تا آیتم بچه‌ها شد 1,950,000 تومان که 100 تا 120,000 تومان هم پول پستش میشه. خیلی گرونن خیلی بچه‌ها. واقعا این دیگه در توانم نیست این کانال رو ادامه بدم. بریم که بستمون برسه. پس ویدیو رو از آیشار گذشته واگذار میکنم به آیشار آینده. نمیدونم اول ویدیو گفتم یا نه، ولی چون توی اینستا شما خواسته بودید از توی توی خرید کردم. راستی کوکو هم اینجاست، لباس هالووینی هم پوشیده برای شماها. نمیدونم لباس رو میبینید یا نه. مثلا قدش دیدید لباس هالووینی پوشیده. اینو قدیما با هم خرید کرده بودیم اگه یادتون باشه. خلاصه بریم سراغ چیزایی که از توی توی خریدم. اوکی بچه‌ها، این که پلاستیکش یه دونه شانسی هری پاتر گرفتم، یه دونه از اینا گرفتم، یه دونه هم از اینا گرفتم. اینم فاکتورش که دیگه یعنی لازم نیست از گوشی چک بکنیم. راستی منم میبینید براتون تیپ هالووینی زدم. خلاصه که خیلی دوستتون دارم، براتون از این تیپا میزنم. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. آقا بریم سراغ چیزایی که گرفتم. اولین چیزی که گرفتم عروسک سورپرایزی رویال های 700,000 تومان که فکر نمی‌کردم من قد کوچولو باشه. فیگور سورپرایزی مایکرو هری پاتر 800 تومان. اینا شاید کوچولوه، اینو میدونستم کوچولوه چون مایکرو یعنی کوچولو دیگه. فیگور 3 سانتی فانکو پاپ پرنسسای دیزنی 450 تومان که جمعاً تقریبا 2 تومان، یعنی با ارسالش قشنگ 2 تومان شده دیگه. 2 تومان ما خرید کردیم و بیاید که آنباکسشون بکنیم. کوکو تو فاکتور رو نگه دار تا من برم سراغ آنباکسینگ امروز. با فیگور هری پاتر شروع می‌کنیم، مخصوصا که هالووین هم هست و هری پاتر هم که خب خوراک هالووینه. این از ظاهر کلیش کوکو رو خدا کوکو خیلی بامزه است. من اینو باید بذارم اینجا که صدام خوب بیاد براتون. روش علامت سوال زده، هری پاتر داره. اینجا یه سری ایده ها به ما داده و یه چک لیست کوچولو میلی هم اینجا داره. اینجا گفته داخلش چیا هست. اینجا چیزایی که امکان داره برامون در بیاد و گذاشته که بذارید بهتون بگم. من دوست دارم برام اکثرش هری پاتره. هری پاتر چیزی شبیه روحه، امیدوارم اون برام در بیاد. بریم ببینیم شانسم کدوم قراره بشه.
اوکی این از این که دیگه داخلش هیچی نیست. وای قیافه کوکو رو باید ببینید خیلی بامزه است. آها اینجا یه چک لیست بزرگترم به ما داده خدا رو شکر. چه لیست بلند بالاییه بچه ها. آره بچه ها یه دونه روح داریم اینجا nearly headless Nike که این خیلی باحاله برام در بیاد. هرماینی هم دوست دارم. آقا همشون خیلی باحالن راستش، خیلی بانمکن. بذارید ببینم کدومه. آخه اینجا دابی رو برامون گذاشته، چه بامزه. چجوری باز میشه اینطوری؟ چقدر باحاله. این هم اینطوری از اینجا میاد بیرون. چه جالب. بیایید اول ببینیم کدوم فیگور برامون در اومد. آماده اید؟ 1 2 3. آخه هری پاتر در اومد با شنل جادوییش. چقدر گوگولی و نازه این بچه. اینجا رو نگاه کنید بچه. کلی چیزای هری پاتری هم ما اینجا داریم. من چراغا رو روشن نکردم باز. خب چراغا رو روشن کردیم و یه دونه فیگور خوشگل نازنازی هم به دست آوردیم ما بچه ها. این خیلی بانمکه. اسمش چیه؟ هری پاتر خالی. ولی خب میدونیم که شنل نامرئی کنندشه. ببینیم این چیه. این باز نمیشه. این همینه بچه ها. یه سمتش کنار این چراغای کریسمسه، این سمتش هم دابیه که احتمالاً داره یواشکی نگاه میکنه و بیرون داره شیطنت میکنه دابی. اینو میذاریم اینجا. اینو باید از اینجا وصل بکنیم که بعد فیکس بشه. چقدر باحال بچه ها. واقعا هرچی پول دادم میارزید. 800 داده بودم نه واقعا برای 800,000 تومان میارزید و من بهش دونه 10 از 10 میدم. خیلی باحال بودین. خیلی خوب بود. کاش یه عالم میتونستم ازش داشته باشم ولی خب خیلی گرونه و فرای بودجه منه. بریم سراغ این فانکو پاپ پرنسسای دیزنیمون که آدم 450 تومان بود. یه چک لیست کوچول موچولم این ورش داره که من دوست دارم راپونزل برام در بیاد یا نه زیبای خفته برام در بیاد. آره زیبای خفته رو میخوام. آماده ای؟ 1 2 3. به نظرتون کدومه؟ زیبای خفته واقعا برام در اومد بچه ها. چقدرم خوشگل و ناز. اینجا رو نگاه کنید. وای بچه ها شانسی های این سریم خیلی قشنگن. باورم نمیشه که فانکوی چیزی که میخواستم برام دقیقاً در اومد. چقدرم خوشگله. وای بچه ها امروز واقعا توی شانسی ها خوششانسیم با اینکه خیلی کوچولوان ولی ارزشش رو کاملا داشت. بریم سراغ آخرین شانسیمون به قیمت 700,000 تومان. اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردید دیگه واقعا لایک کنید. خیلی چیز خوشگلی دارم نشونتون میدم. این از ظاهرش که فکر کنم از این بازی درس تو ایمپرس روبلاکس چیه از اونجا ایده گرفتن. من خیلی این بازی رو انجام ندادم ولی قیافه‌اشو خیلی روبلاکس طوره اگه درستم تلفظش میکنم. بیایید که ببینیم شانس این یکیمون چیه. چون چک لیست هم به من نداده. اوکی وقتی بازش کردیم کاملا جامپ شدیم توی چیزی که قراره برامون در بیاد. واقعا فقط گفته بود 12 تا میتونیم پیدا بکنیم که خب این شد شانس من. ولی کاش چک لیست به من میدادین. یه دونه کارت هم توش داره که احتمالاً برای بازیشه. به هر حال مهم نیست. بریم سراغ عروسکی که برامون گذاشتن. من خیلی ناراحتم که چک لیست نداره ولی چیزی که دارم میبینم صورتی و خوشگله. پس کاملا با چیزی که من میخوام خیلی خوشگله. خدا وکیلی. اینجا رو نگاه کنید بچه ها. شاید چون لباس جادوگری پوشیدم واقعا دارم جادو میکنم. اینم خیلی دوست داشتم بچه ها. کفشاشم صورتیه و پشتشم پروانه داره بچه ها. جدا امروز رو دور شانسمم. خیلی نازه بچه ها. این واقعا خیلی خوشگله. امیدوارم که این خوشگل ترینش باشه که من به دست آوردم. پشت کفششو ببینید پروانه داره. واقعا اینم یه 10 از 10 بود بچه ها. این فقط ایست نمی کنه متاسفانه. خب ایستاد. امروز بچه ها شانسم واقعا روی 10 از 10 بود به نظرم. خیلی چیزای خوبی به دست آوردم. خیلی خوشحالم. خیلی همه چی واقعا خیلی عالی بود. من یعنی اگه به این ویدیو یه 10 از 10 ندم خیلی نامردی کردم. مرسی گفتید از توی توی خرید بکنم چون خیلی چیزای قشنگی به دست آوردم بچه‌ها. آخه کوکو جونمونم اینجا گرفته خوابیده. همین دیگه بچه‌ها این بود از ویدیوی امروز. این خود کوکو نازی. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. کامنتایی که ادیتور لطف کرده انتخاب کرده. و بچه‌ها اگه شما هم سایتی رو میشناسید که دوست دارید ازش خرید بکنم توی کامنت برام بنویسید. حتما این کارو انجام میدم. تا یه ویدیو بعدی بچه‌ها خدا نگهدارتون.